سلام دوستان قند، به یک خبرشوی دیگر از فانوس خوش آمدید. از حمله ارتش روسیه به خاک اوکراین 45 روز سپری می شود. حمله که زیر نام عملیات ویژه صبح 24 فوریه آغاز شد. امروز از مهمترین، داغترین و به یاد مانده ترین نکته ها و پهلوهای این قضیه که جهان در موردش حرف میزند صحبت خواهیم کرد. رفتیم. هفته هفتم جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد. جنگ با نام عملیات ویژه که کارشناسان حربی میگویند روسیه امید داشت دوام 3 یا 4 روز از پیروزیش خبر دهد، اینک به 50 روز نزدیک می شود و حالا پایان آن معلوم نیست. هرچند خبرهای هم میرسند که اکنون پوتین میخواهد 9 می در رسمی گشت یا پرد حربی نزد میدان کرمل بخشیده به غلبه علیه فاشیسم گیتلری از پیروزی به نام عملیات ویژه در قلمرو اوکراین اعلام کند. یکی از نکته های جالب این قضیه این است که روسیه با بهانه اوج ملتگرایی در اوکراین که گویا روس‌ها را چشم دیدن ندارند به خاک آن کشور حمله کرد. اما رسانه ها ده نکته را پیدا کردند که مانندی عملهای ارتش و رهبریت کرملین به عمل و کارهای آلمان عهد گیتلر درک می‌دهند. یکی از حادثه هایی که جهان را به دهشت آورد نوار و تصویرهای از شهر بوچه بود. شهری که پس از خروج نظامیان روس گروه‌های دسته‌جمعی و قتل شهروندان ملکی در کوچه ها خوابیده آنجا آشکار شد. رهبران چندین کشور آن را جنایت حربی اعلام کردند و حالا گردآوری شواهد برای دادگاه بین المللی شروع شده است. روسیه میگوید نظامیان روس به چنین وحشانیت قادر نیستند و حتی دعوا کرد که جسدها پس از خروج نظامیان پیدا شدند. اما تصویرهای ماهواره‌ای رسانه‌ای شدند که ادعا می شود جسدها هنوز زمانی زیر اختیار روس‌ها بودن بوچه در کوچه ها هستند. یک نقطه بسیار رقت‌آور این جنگ نوارهایی بود که نشان می‌دهند چگونه سربازان روس مواد معیشی از قبیل لباس و تلویزیون و پول و زر و زیور و دیگر تکنیکای معیشی را که از خانه ساکنان گریزه شده اوکراینی به قول به غنیمت گرفتند در مرز به خانه‌هایشان تحویل می‌دهند. در پی رسانه‌ای شدن نوار مذکور در شهرهای بزرگ اروپا اقدام اعتراضی راه اندازی شد که اعتراضگران لباس و بازیچه و تکنیکای معیشی را نزد سفارتخانه‌های روسیه می‌آورند و طلب می‌کنند که آن را به سربازانتان فرستید. روسیه در این 45 روز به گرداب تحریم‌ها افتاد و از روی شماره تحریم‌ها حتی از ایران 1 برابر پیش گذشت. بعضی کشورها حتی پوتین را هم شامل تحریم‌ها کردند. تحریم‌ها تقریباً تمام بخش‌های زندگی را فرا می‌گیرند، از پرواز سر کرده تا بورگر. دارایی‌های منصبداران و ثروتمندان روسیه در امریکا و اروپا حبس و مصادره می‌شوند. بزرگترین شرکت‌ها اعلام کردند که تجارت خود را در روسیه قطع می‌کنند. شرکت‌های کامپیوتر، مبل، ماشینسازی و ده‌های دیگر. از سبقت‌های مختلف ورزشی محروم کردن منتخب روسیه چه جای گله؟ وقتی فدراسیون جهانی گربه ها نیز به تحریم ها پیوست و اکنون گربه دوستداران از روسیه نمیتوانند پیشک‌هایشان را به نمایش‌های بین المللی ببرند. یوتیوب هم از دیگرها خفا نماند و نقدینه‌سازی یا مانیتیزاسیون را در حدود روسیه بیکار کرد. از این اقدام نه تنها شهروندان روسیه بلکه شهروندان تاجیکستان هم ضرر دیدند، زیرا مخاطبان اصلی محتوای تاجیکی هموطنان مهاجر ما بودند. اما این چیز شاید برای فضای اطلاعاتی تاجیکستان یک خوبی هم داشته باشد. شاید اکنون تعداد بلاگران زیاد که هدفشان از یوتیوب تنها پول کار کردن بود و هر روز با سرلوحه‌های همه این را بیند، سرچنه این را بینید، فلانی در روز توی فلانی بازن فلانی فلان کرد نوار میکردند، شاید یک مدت از یوتیوب میروند و کاربران نفسی سبک میکشند. اما یک خبری بدی دیگر این است که احتمال دارد یوتیوب را در قلمرو روسیه محدود کنند. مقامات روسیه یوتیوب را برای بستن ده‌ها شبکه تبلیغاتی کرملین تنقید کرده و تهدید به بستنش کردند. از این پیشتر با قرار دادگاه فیسبوک و اینستاگرام هم دست نارس شدند و اکنون شهروندان روسیه مجبور هستند هنگامی اشاره نام این شبکه ها برچسب معین را استفاده کنند.
حمله روسیه به اوکراین گویا به حاکمیت نزدیک 3 ساله کرونا نقطه تمت گذاشت. بجز از ولادیمیر پوتین مثل که همه کووید 19 را از یاد بردند. تنها او است که هنگام ملاقات با رهبران کشورها و زیرتابعان خودش فاصله اجتماعی را رعایت می‌کند. او تنها در حلقه بانوان و در صحبت با همتای بلاروسش الکساندر لوکاشنکو از فاصله اجتماعی فراموش کرد. حتی هنگام ویدیو با ولادیمیر ژیرینوفسکی پوتین تنها بود. حتی همان دو سربازی که در عکس‌های دیگر مثلا هنگام ویدیوی مدودوف با ژیرینوفسکی دیده می‌شوند نیستند. در پی حمله روسیه نزدیک به 4.5 میلیون شهروند اوکراین مجبور شدند که خاک کشور خود را ترک نمایند. اما تعداد بی‌جا شدگان، آنهایی که از خوف جنگ خانه‌های خود را ترک کردند، مرز 8 میلیون نفر را گذشته است. در روزهایی که رسانه‌های آمریکایی از قصد حمله روسیه به اوکراین خبر می‌دادند، حکومت طالبان اعلام کرد از امنیت شهروندان و دانشجویان افغان مقیم اوکراین نگران هستند. این پیام شاید به این معنی بود که طالبان خللدار کردن امنیت افغان‌ها و آزار و اذیت آنها را حق استثنایی خود می‌دانند. و قضیه اینجا تمام نشد. امارت اسلامی طالبان هنوز هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است. روسیه و اوکراین را به صلح و آرامی دعوت کرد. در ادامه اخیراً روسیه دیپلمات طالبان را ثبت نام کرد. هرچند کرمل میگوید این به معنای رسما اعتراف کردن حکومت طالبان نیست. اما در پس منظر اخراج بیش از 200 دیپلمات روس از کشورهای اروپا و امریکا، شاید روسیه تگی کاسه نیم کاسه را پنهان میکند. در روزهای اول حمله روسیه به اوکراین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه را تصویب کرد که طبق آن از روسیه دعوت میشد جنگ را ختم و نیروهایش را از اوکراین بیرون کند. 101 کشور به طرفداری از این قطعنامه آواز دادند. 35 کشور با شمول تاجیکستان بی‌طرف بودند، اما 5 کشور بر ضد این قطعنامه آواز دادند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و اریتریه. کشورهایی هستند که تنها بعد یگان حادثه مهم نامشان را میفهمیم و همین اریتریه هم از همین شمول است. اگر در این قطعنامه بی‌طرف یا راضی می بود، همین طور نامش برای میلیون ها نفر نامعلوم میماند. اریتریه کشوری در شرق افریقا با اهالی 6 میلیون نفر است. کشور یک حزبی بوده، سازمان حقوق بشر حکومت آن را یکی از بدترین ها در دنیا گفته است. پوتین قانون درباره مجازات برای فیک در مورد نیروهای نظامی روسیه و دعوت برای تحریم‌های ضد روسیه را امضا کرد. این قانون برای فیک تا 15 سال زندان و برای دعوت به تحریم‌ها تا 3 سال محرومیت از آزادی را طلب می‌کند. این به آن معنی است که رسانه‌ها تنها باید به اطلاع رسمی که مقامات روسیه می‌دهند اکتفا کنند. هر گونه اطلاعی از منابع دیگر به دست آمده می‌تواند برای ژورنالیستان دردی سرساز باشند. همین است که پس از امضای قانون ده‌ها رسانه مستقل با اعلان اینکه از دروغ گفتن خاموش بودن بهتر است، فعالیت خود را قطع کردند. در روسیه حتی برای شعار نیست با جنگ شهروندان مجازات می‌شوند. با این حال فیک ها در رسانه ها خیلی زیاد است و بیشترین فیک ها به رسانه های مربوط است که از بودجه حکومت از حکومت روسیه مبلغ گذاری می شوند. هم روسیه و هم اوکراین به خاطر بد نشان دادن طرف دیگر از فیک ها خیلی زیاد استفاده می برند. اما بزرگترین فیک را شبکه روسیه 24 پیشنهاد کرد. این شبکه نوار را نشان داد که 2 نفر منیکن را لطه‌پیچ می کنند. راوی گفت که نظامیان اوکراین با چنین صحنه‌بازی می‌خواهند ارتش روسیه را بد نشان بدهند. اما یک کارگردان روس اعلام کرد که این نوار از صحنه یک سلسله فیلم آنهاست که در قلمرو خود روسیه گرفته شده است و هیچ ربطی به اوکراین ندارد. تا چند سال پیش باور داشتیم که کشورهای پساشوروی به ویژه آسیای مرکزی شاید از پشت روسیه پیش می‌روند. اما اخیراً دیدیم که کرمل از راه می رود که کشورهای دیگر حتی 10 سالها پیش هموار کرده بودند. عوض کردن سرقانون برای در قدرت ماندن یک نفر، زندان کردن مخالفان، بستن رسانه ها و قانون های ضد فیک
رویخط ناپوره‌ای هستند که روسیه پس از کشورهای آسیای مرکزی به آن رسید. اکنون در ریتینگ های مثل آزادی بیان و سطح دموکراتی بودن از برادر کلانمان فاصله نداریم و شاید اکنون در بسیار مسئله ها موقع ما بهتر از روسیه می شود. ضمناً وابسته به موقع کشورهای آسیای مرکزی در ریتینگ های مربوط به جهان رقمی ویژه خبر داشتیم که اگر ندیده تماشا کنید. تا چند سال پیش پوتین یکی از چهره‌های تاثیرگذار جهانی و زلنسکی همچون حجم‌نگار معرفی می‌شدند. اما حادثه‌های اخیر وضعیت را 180 درجه تاب داد. اکنون پوتین یک چهره منفی و زلنسکی به عنوان قهرمان معرفی می‌شوند. عکس اولی را مجله بحث برانگیز هجوی کاریکاتور می‌کند و عکس دومی در صفحه اولی با نفوذترین مجله‌های دنیا پیدا می‌شود. طور پیشتر یک اشاره شد ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر LDPR و یکی از خبرسازترین سیاستمداران روس که چند سال قبل از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 خبر داده بود درگذشت. پیشگویی او تنها با اینکه در روز حمله کمی غلط کرد درست برآمد، اما دوام بیشتر از یک ماهی ادامه یافتن جنگ نتوانست چیزی بگوید چون در حالت کام قرار داشت. او را هنوز گورو چوب نکرده که وکیل دیگر با نام میرانوف با پیشنهاد منع دادن شهروندی روسیه به تاجیکان از خود درک داد. عیناً مثل دعواهایی که ژیرینوفسکی در وقتش میکرد. شاید میرانوف اکنون در نقش ژیرینوفسکی به میدان میآید. به قول کمپیری سایره اگر نموریم میبینیم. با این همه جنگ در اوکراین ادامه دارد. شهرها خراب میشوند، آدمان زیادی ملکی میفوتند و متاسفانه حالا هیچ امیدی برای قطع خونریزی در روزهای نزدیک را نمیبینیم. سپاس که تا اینجا همراه ما بودید. نظر و اندیشه و ایرادهایتان را نویسید. فانوس را به دوستان خوبتان توصیه بدهید. تا بازدید و خدا نگهبانتان. خیر.